در یکی از گوشه‌های شهر حصار مجسمه کتاب پرزیدنت امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ پیدا می شود. اثر سال 2002 چاپ شده تاریخ مردم تاجیک را از 5000 سال پیش تا عصر 20 بازگو می کند. مجسمه از آهن و چوب ساخته شده زیر برف و باران خراب نمی شود. چرخ زیر تیمسال کتاب مجسمه را سیار می کند و در صورت ضروری از یک جا به جای دیگر انتقال دادن آن امکان پذیر می شود. حالا مجسمه در نزد حکومت حصار گذاشته شده است و مسئولین معارف علاقه به خاطر به گفتهشان تربیه احساس وطندوستی و عرض احترام به زحمت‌های پرزیدنت شاگردان مکتب را نزد مجسمه می‌آورند. با نظر داشتی جایگاه معنوی کتاب پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ، ماموریت شعبه معارف تصمیم گرفت که تمثال این کتاب را در حجم نسبتاً بزرگتر به خاطر ترغیب غایه‌های وطنپرستی و تلقین افتخار ملی در یکی از کوچه‌های مرکزی نصب کنند. این کتاب یک تانه بوده، آن 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد. مجسمه را گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با تشبث خود و با جمع‌آوری 12000 سامانی مبلغ صاحبکاران ساختند. به این کودکان گفتند که آموزش آثار پرزیدنت خیلی مهم است. پیشوای ملت نه تنها بعضی سیکاری بودنش این کتاب‌های تاریخی را می‌نویسد. قانون‌های تاجیکستان ساختن مجسمه شخص زنده از جمله پرزیدنت را منع می‌کند، ولی مسئولین معارف حصار بنیاد تیمسال کتاب را ارج‌گذاری به پرزیدنت تلقی می‌کنند. مقصد از ساختن این مجسمه و تیمسال کتاب پیشوای ملت ترغیب غایه‌های وطنپرستی در بین نسل نورس و عموما جامعه محسوب می‌یابد. در طول 20 سال با مؤلفی امامعلی رحمان 10 ها کتاب نشر شده است. منقدان میگویند در تاجیکستان کش شخصیت پرزیدنت اوج گرفته تا همکنون ایجاد مجسمه های آثار او رسیده است.